سلام دوستان، اگه شما دوست دارید مثل من آیفون الان داشته باشید ما رو دنبال کنید و آموزش ما رو یادتون نره. پس بریم که شروع کنیم. Let's go. خب سلام دوستان، به آموزش ما خیلی خوش اومدید. ما به این دوتا برنامه نیاز داریم که الان شما یه سوالی تو ذهنتون پیش اومده که ما این دوتا برنامه رو از کجا نصب کنیم. خب میتونید از کانال من توی تلگرام اونا رو دانلود کنید به راحت ترین شکل ممکن. و الان بریم برای تغییر لانچر. خب دوستان، برای تغییر لانچر اول میایید روی تنظیمات توی گوشی شیائومی، میاد روی تنظیمات، صفحه اصلی رو جستجو میکنید توی بخش دوم. فکر کنم این بخش اول، بخش دوم، بخش سوم. آره اینجا میایید لانچر پیشفرض. الان لانچر پیشفرض من iOS و اگه برگردم به پوکو لانچر اصلی میشه. ببینید نگاه کنید، همون لانچر اصلی. و اگه دوباره رو تنظیمات بزنم و صفحه اصلی بعد لانچر پیشفرض و برگردم روی این لانچر، چی میشه؟ برمیگردم روی همین لانچر آیفون. پس بعد از نصب برنامه همین کارا رو انجام بدید تا لانچرتون آیفون بشه. و بریم سراغ برنامه دوم که این هستش. این برنامه میرید توش. خب دوستان، ادامه صحبتام این بود که وارد برنامه میشید و همین اعلانات رو روشن میکنید. شما رو میبره توی تنظیمات، برنامه های بارگیری شده و همین برنامه رو جستجو میکنید. نگاه کنید اسم همین برنامه ها، مثلا این لانچر S25 اینم مال گوشی خودمه و الان میزنید روی اسم برنامه. روشنه، من خاموشش میکنم چون روشن نگهش داشته بودم. دوباره روشن میکنم، یه 10 ثانیه‌ای برام میاره، یه اعلان 10 ثانیه‌ای که خطر نداره، این الکیه، برنامه کامل امنه. خب میزنید روی تایید و اومد. دیدینش این بیزی سیاهو؟ این وقتی اعلان میاد مثل آیفونه، میاره براتون اعلانو، باز میکنید و میبندید اعلانو. که الان یه نمونه کوچیک تماشا میکنیم. خب تبلیغ آورد توی موقعیت. آره نگاه کنید پیام میاره. برای مثال همچین پیامی میاره. شما باز میکنید، اگه دوست داشتید پیام رو روش کلیک میکنید و باز میشه.